یکی از ضعف‌های انسان‌ها خطای دید اوناست. امروز اومدیم چند تا از رایج‌ترین خطاهای دید انسان رو ببینیم. شماره 1. شبکه بندی هرمن. به فاصله خالی بین مربع‌ها دقت کنید. آیا نقطه‌های چشمک زنی می‌بینید که سفید و سیاه میشن؟ این نقطه‌ها اصلا وجود ندارن و ساخته ذهن ما هستن. قبل از اینکه بریم شماره 2 رو بهتون معرفی کنم، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و کانالمو ساب. شماره 2. خطای دید اتاق ایمز. دو نفری که توی عکس می‌بینید قد و قواره یکسان دارن، اما این خطاهای دیدید به خاطر شکل زوزدقه اتاق به وجود میاد. شماره 3. خطای دید مولر. این خطای دید قدیمیه و همچنان مخاطبان رو شگفت زده میکنه. به نظر شما کدوم خط بلندتره؟ شاید بلافاصله به خط پایین اشاره کنید، اما این خطها هم اندازه هستن. این خطای دید به خاطر پیکان‌های خطها ایجاد میشه. شماره 4. سیاهچاله در حال گسترش. به مرکز سیاهچاله خیره بشید. آیا گسترش اون رو میبینید؟ در واقعیت عکس هیچ تکونی نمیخوره و گسترشش خطای دید ماست. شماره 5. چرخش اجسام. به این تصویر نگاه کنید و چشماتون رو روی اون حرکت بدید. کم کم متوجه حرکت اشکال تصویر میشید، اما در واقع هیچ حرکتی وجود نداره و شما با یه تصویر ثابت مواجهید. و در آخر هم ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید و به نظرتون کدوم یک از این خطای دیدها جالب تر بود توی کامنت ها بهم بگید و خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و کانالمو ساب و تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدا حافظ.